سلام. بیایید. عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیزان. به خوشگلی که در تصویر میبینین اسمش آقا تیموره. خوشگله. متاسفانه ملا و دعانویس و افرادی هم که اعتقاد دارن به اینطور چیزها زیاد شده تو جامعه. آقا تیمور ما هم درگیر این موضوع شده و واسه طلسم و دعا و جادو جنبت پای این بیچاره رو قطع کردن. حالا بریم ادامه فیلم رو ببینیم که از کلینیک چطور شد که من اینو گرفتم. متاسفانه امروز عمل جراحی ما آمپوتیشنه، قطع عضو. حالا این گربه خوشگل جراحی این خوشگل هم انجام شد، پسرم بود. بعد دیگه خودتون میبینین دیگه پاشو قطع کردیم. اصلا جراحیش خوب بود و همه چیش اوکی بود، ولی با مثلا من قطع عضو به مقدار حالگیریه. اینجایی که تک خور نیستم بلال آوردم با دکتر بزنیم. من دستاش کسی بود، دستاشو میشوره میاد یه بلال من شیبا هم میزنه. مرسی قربونت. پولشو میگیرم بعد از نگران نباش. الان که با اولم یه چند روز در هفته رو میرم کلینیک. اون روزی که من رفتم کلینیک همون موقعی که من رسیدم آقا تیمور رو بیهوش کرده بودن و قرار بود جراحی کنم. خوش موقع رسیدم. بعد داخل اتاق من رفتم. من تو کلینیک که کار میکنم بذار اینجا بذارمش بغلش کنم. من تو کلینیک که میرم کلا بخش جراحی کار میکنم. آقا تیمور اونجا نگاه کن. دم تکوندن. من توی کلینیک تو بخش جراحی کار میکنم و خوشگلم اونجا دیدم. بعد یکی از آدمای بسیار مهربون اینجوری بوده که به آقا تیمور اسمشو من گذاشتم تیمور، به خاطر اینکه پاش اینجوری شده اسمشو گذاشتم تیمور. غذا میداده بهش، جلوی در خونه‌شون میومده غذا میداده و اینطور کارا. بعد دیده که این اتفاق واسش افتاده و سر پاش به اینقدر، یعنی چجوری بگم، مثلا از اینجا قطع شده، دقیقاً از همینجا قطع شده، یه جور بگیم از مچ پا دیگه، از مچ پا قطع کرده بودن که آورده بودتش کلینیک. پانسمان کرده بودن و فلان و اینطور چیزا، خوب شده بود. بعد که چند بار دیگه زخم شده بود و کشیده بودیم من و بعد دیگه خون می اومد. دیگه اومدن قطع کردیم. و از مفصل لگن قطع کردیم، اون گوی کاسه‌ای از اونجا قطع کردیم. بعد این خوشگلم قرار شد 14 روز پیش من بمونه. تمام فیلم‌های این 14 روزش داخل اینستام است. اسم پیجم دنوتوانه. خوشحال میشم چنل خودتون رو لایک، کامنت، سابسکرایب انجام بدین و باعث پیشرفت من بشین. آقا تیمور اونجا رو نگاه. حتی این چند روز حقیقتا من از هیچ تلاشی واسه آقا تیمور، خدا شاده من شده بعضی موقع تا 5 صبح روز اول چون استرس داشتم گفتم خدایا یه وقت نشه اتفاقی براش بیفته. الان اینجا پانسمانش هم تازه باز کردم، پانسمانش هم اونور رو زمین افتاده. الان میخوام برم واسش پانسمان بخیه بخرم. و حقیقتا از هیچ تلاشی دریغ نکردم و اون خانواده‌ای هم که هزینه‌های این خوشگل رو تقبل کرد واقعا انشالله که خدا خیرشون بده. یعنی حدود 2 میلیون فقط و فقط آقا تیمور یه دقیقه وایسا از این خوراکی‌های تشویقی، الان همین یه دونه رو 95,000 تومان پول داده. چه میدونم از غذا خشک بگیر 500,000 تومان 600,000 تومان فقط پول غذا خشک داد. کلی تشویقی، خاک، بعد ظرف خاک، همه چیز، دارو دوا، همه چیز واسش گرفت. خدا خیرشون بده. یه خورده از این غذا از این تشویقی بهش بدم. آقا تیمور یه دقیقه شما ما رو تنها بذار. نری جایی همجاش. یا خدا اسکرا با ما چیکار کردی؟ وی او ماهی میده. بیا آقا تیمور بیا خورده بخور. بیا خوشگله عشق میکنی ها. ای دیگه بد نمیدم ریختیش ایش. یه دقیقه بایستا همجا بشین نترس. ظرف غذاش هم که دیگه یه چیز معرکه. یه دقیقه بایستا. مطمئن این تشویقیه یه بویی میده. واه چجوری میخوری تیمور؟
اسمشو نمیدونم تو تصویر میافتم یا نه اصلا، یه دقیقه ببینم. ریلز روز اولشو که گذاشتم اسم حقیقت نداشت اون موقع. من از صاحبش هم پرسیدم، گفت اسمی نداره، همینجوری صداش میزدی میومد. بعد من پرسیدم گفت اسم نداره. و منم توی ریلز اولم گفتم اسمشو چی بذاریم، که چند نفر کامنت های باحالی گذاشتن. من از بین اسم ناخدا، بعد تیمور و یه چی دیگه هم بود، ناخدا، تیمور با یه چی دیگه، و تیمور از همه بیشتر رای آورده. دوربر فکر کنم 200-300 نفر به تیمور رای دادن. بعد تیمور خان، ولی صاحبش میگه خیلی نازتر از این حرفا که بخواد تیمور باشه اسمش. بعد در مورد این دعانویسا، در مورد این مولا میخوام یه دونه کلیپ درست کنم که از خاطرات دوستان، از خاطرات کسایی که درگیر این موضوع شدن بهتون بگم، که مثلا بگم که چه اتفاقایی واسه شون افتاده. مثلا خودم دوست آشنا زیاد داشتم که مثلا نمیدونم حقیقت داره نداره، ولی از نظر من که خرافاته. یعنی کاری که خدا میخواد تصمیم بگیره انسان نمیتونه تغییر بده، که بخواد مثلا با دعا و جادو جنبل بخواد این کار انجام بشه یا انجام نشه با طلسم. چقدر بعضیا بیکارن واقعا، میرن واسه زندگی شخصی مثلا دعا میگیرن که این بختش بسته بشه، چه میدونم دعا میگیرن که فلان کس به فلان کس نرسه. خیلی خیلی باید بدبخت باشی، بیچاره باشی که این کار رو انجام بدی. از نظر من این کار واقعا خیلی ظالمانه است. نمیخوری دیگه، بخور دیگه. نمیخوری؟ تشنت شد. این ماهی داشت تشنه شد. برو این کل ما رو فقط مویی میخواست کنه دیگه. نگرنی تیمور دشوی نکن اینجا. تیمور صدای بدی از اومد، خطرناک شد. خب داشتم میگفتم کلن کار خوبی نیست این که مثلا بخوای چه میدونم بخت یک کسی رو ببندی، روزی یک کسی رو ببندی. مثلا شنیدم میگن واسه طرف رفتن دعا نوشتن، اسم طرف رو روی قفل نوشتن انداختن داخل رودخونه، داخل دریاچه. واقعا باید بیکار باشی. چه میدونم دعا رو میگن توی آب حل کن بخور، چه میدونم این کارو کن اون کارو کن. بخواد بشه سنگ از آسمونم بباره میشه، نخواد بشه نمیشه. هر چیزی که اون خدا، هر چیزی که اون بالاسری واسط میخواد و قبول کن با دعا و جادو جنبل. اولا که خودتو بدبخت نکن، دومش که یه کسی دیگه هم بدبخت نکن با اون کارت، با اون الان من همین دعانویسی که این بدبخت و اینجوری کرد، خدا سرشاده زیر اون کامنت های پست اگه برین ببینین واقعا اصلا میری میخونی حالت بد میشه، چون انقدر که نفرین، انقدر که توف و لعنت به این طرف میفرستن. خب چه کاریه برادر من؟ نکن. از معایب اینه که خونه کنار خیابونه، همینجوری پنجرم دقیقا همینجا، این زیرم خیابونه. آره بعد آره دیگه دوستان اینجوریه. ولی یه دونه کلیپ مشی میخوام بگیرم، خوشحال میشم لایک، کامنت، سابسکرایب انجام بدین. و اینکه آره دیگه حرفی ندارم، تازه شروع کردم، حقیقت زیاد چیزی از یوتیوب بلد نیستم و دوست دارم که کمکم کنین. به دوستتون دارم. یه دنیا. راستی در ضمن من خودم دانشجوی دامپزشکی ام. اسم پیجم دنوت، یعنی دامپزشک، دانیال دامپزشک، دنوت. بعد اینکه خوشحال میشم لایک، کامنت، سابسکرایب اینو گفتم دیگه. میگم هنوز چیزی بلد نیستم. تو کلیپ‌های قبلی هم نگاه کنین اصلا نمیگم که لایک کنین، کامنت بزنین، سابسکرایب کنین. تازه یاد گرفتم. و اینکه آره دیگه دوستتون دارم فراوان به مقدار زیاد. با اجازه.